فکر کن همین الان یه چیزی توی بدنت هست که داره خوابتو خراب میکنه، باعث نفخ و سنگینی معده میشه و قند خونتو بالا و پایین میکنه و هیچ کس بهت نمیگه چطور میتونی همه اینها رو یه جا کنترل کنی. حالا تصور کن یه نوشیدنی کوچیک ساده و طبیعی هست که میتونه همین امشب بدنت رو ریست کنه. سلام، خوش آمدید به ویدیوی امروز. قراره یه راز خیلی ساده و شگفت‌انگیز رو با هم کشف کنیم. خوردن آب میخک در شب. شاید فکر کنین میخک فقط یه ادویه کوچیکه برای چای یا شیرینی، اما باور کنید این دونه کوچیک میتونه خوابتو راحت تر کنه، معدت رو آروم کنه، قند خونتو متعادل نگه داره و حتی قلب و کبدت رو حمایت کنه. میخوایم بدونین چطور یه نوشیدنی کوچیک میتونه همه این کارا رو انجام بده؟ تا آخر این ویدیو بمونین، چون همه فوایدش رو قدم به قدم با شواهد علمی بررسی میکنیم و بعد از دیدن این ویدیو دیگه هرگز یه لیوان آب میخک رو دست کم نمیگیرین. پس شروع میکنیم با تنظیم قند خون و بعدم میریم سراغ کبد، قلب و بقیه فوایدش. آماده این؟ بیاین شروع کنیم. خب حالا میرسیم به تنظیم قند خون. این یکی واقعا جالبه، چون میخک یه راه ساده و طبیعی داره که میتونه قند خونت رو متعادل نگه داره. چطور؟ میخک پر از ترکیب مفید مثل اوژنوله. این به بدن کمک میکنه انسولین بهتر کار کنه و سلول ها قند خون رو راحت‌تر جذب کنن. یعنی وقتی آب میخک و شبها مینوشی، بدن تو راحت‌تر قند خونتو کنترل میکنه و نوسانش کمتر میشه. حالا یه نکته جالبم بهتون بگم که مصرف آب میخک شبها دقیقاً وقتی که بدن در حالت استراحته اثرش بیشتره، چون حساسیت بدن به انسولین در طول شب بالاتره. پس این کوچولوی معجزه آسا با زیست شناسی بدن ما هم هماهنگه و قند خون رو به شکل بهینه کنترل میکنه. خلاصه که این یه راه ساده، طبیعی و خوشمزه است تا سطح قند خونت رو متعادل نگه داری. فقط یادت باشه هرچند مفیده، جایگزین توصیه یا درمان پزشک نیست. حالا که قند خون رو کنترل کردیم، بریم سراغ بخش بعدی، سلامت کبد. میدونستین همین میخک کوچولو که توی ادویه ها میبینین میتونه یه کمک بزرگ برای کبد باشه؟ رازش توی ترکیبات قوی و محافظت کنندشه، مخصوصا اوژنول. این ترکیب ضد التهاب و آنتی اکسیدانه و میتونه به پاکسازی و سمزدایی طبیعی کبد کمک کنه. تصور کنید کبد شما مثل یه فیلتره که مدام سموم بدن رو تصفیه میکنه و آب میخک درست مثل یه دستیار قوی بهش کمک میکنه راحت‌تر و بدون فشار اضافی این کار رو انجام بده. جالبه بدونین که تحقیقات نشون دادن مصرف آب میخک میتونه حتی بازسازی بافت‌های آسیب دیده کبد رو هم تقویت کنه. یعنی درست مثل اینه که یه دکمه ریست براش بزنین و کارش بهتر و مؤثرتر انجام بشه. پس وقتی امشب یه لیوان آب میخک می نوشین، فقط یه نوشیدنی گرم و آرام بخش نمیخورین، دارین به کبدتون یه هدیه سلامتی واقعی میدین و کاری میکنین که بهتر و قویتر کار کنه. حالا میرسیم به فایده بعدی، سلامت قلب و عروق. این یکی واقعا مهمه، چون قلب ما مرکز سلامتیه و باید ازش مراقبت کنیم. تحقیقات نشون دادن که آب میخک میتونه با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی خودش به کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب بدن کمک کنه. دو عامل اصلی که نقش بزرگی در بیماری‌های قلبی دارن. علاوه بر این، آب میخک خاصیت گشاد کنندگی رگ‌ها رو داره، یعنی رگ‌های خونی بازتر میشن، خون راحت‌تر جریان پیدا میکنه و فشار روی قلب کمتر میشه. نتیجه گردش خون بهتر، فشار خون متعادلتر و کاهش خطر بیماری‌های قلبی. پس وقتی شبها آب میخک مینوشین، فقط یه نوشیدنی خوشمزه نمیخورین، دارین یه تقویت طبیعی و ملایم برای قلب و رگ‌ها انجام میدین.
کاری که میتونه سلامت بلند مدت قلبتون رو تضمین کنه. حالا میرسیم به یه بخش مهم و کاربردی، بهبود عملکرد نوز و گردش خون جنسی. ممکنه براتون جالب باشه که همین میخک کوچیک میتونه کمک کنه جریان خون توی بافت‌های تناسلی بهتر بشه و عملکرد نوز قوی‌تر و موندگارتر بشه. رازش چیه؟ میخک سرشار از اوژنوله، ترکیبی که باعث افزایش تولید نیتریک اکساید در بدن میشه. این ماده باعث شل شدن رگ‌های خونی و افزایش جریان خون به ناحیه تناسلی میشه و نتیجهش نعوذ بهتر و عملکرد قوی تره. تحقیقات نشون دادن مصرف منظم آب میخک قبل از خواب میتونه تأثیر ملموسی داشته باشه. البته فراموش نکنین که این یه راه طبیعی و کمکیه، نه معجزه یه شبه، ولی قدم کوچیکیه برای بهبود سلامت جنسی و بازگردوندن انرژی و هیجان به زندگی شخصی. حالا بیاین درباره بهبود هضم و گوارش صحبت کنیم تا ببینیم آب میخک چطور میتونه به شکم و روده ها کمک کنه. میدونستین همین آب میخک کوچیک میتونه شکم و روده هاتون رو آرامش بده و کار گوارشتون رو راحت تر کنه؟ رازش چیه؟ میخک خاصیت‌های ضد میکروبی و ضد التهابی داره، یعنی میتونه باکتری‌های مضر شکم رو کنترل کنه و جلوی نفع و مشکلات گوارشی رو بگیره. علاوه بر این، اوژنول موجود در میخک باعث میشه آنزیم‌های گوارشی بهتر کار کنن و غذا راحت‌تر تجزیه و جذب بشه. تحقیقات نشون دادن که وقتی آب میخک قبل از خواب مصرف میکنین، فرایند گوارشتون با آرامش بیشتری طی میشه و صبح با احساس سبکی و راحتی از خواب بیدار میشید. پس اگه دنبال یه راه طبیعی برای آرامش شکم و هضم بهتر غذا هستین، امتحان کردن آب میخک قبل از خواب واقعا ایده خوبیه. حالا میرسیم به مدیریت وزن. اگه دنبال یه راه طبیعی و ساده برای کمک به کاهش چند کیلو اضافه وزن هستید، آب میخک میتونه یه گزینه خیلی خوب باشه. چطور؟ ترکیبات فعال موجود در میخک مثل اوژنول متابولیسم بدن رو سرعت میده و کمک میکنه کالری ها بهتر و سریعتر بسوزن. علاوه بر این، آب میخک مثل یه مهار کننده اشتها عمل میکنه، هوس‌های غذایی رو کم میکنه و احساس سیری بیشتری میده. یعنی به صورت طبیعی حجم غذاتون کنترل میشه. نکته دیگه، خاصیت آنتی اکسیدانی آب میخک باعث مقابله با استرس اکسیداتیو و التهاب میشه که این دو عامل معمولاً با افزایش وزن و چاقی در ارتباط هستن. البته فراموش نکنین که آب میخک یک کمک کننده طبیعیه و باید در کنار یه رژیم غذایی سالم و ورزش منظم استفاده بشه، نه اینکه جایگزین سبک زندگی سالم باشه. و اما فایده بعدی بهبود خواب شبانه و کیفیت استراحت هستش. اگه شبها بیخوابی میکشین یا خواب خوبی ندارین، آب میخک میتونه یه کمک طبیعی باشه. ترکیبی مثل اوژنول توی میخک وجود داره که خاصیت آرام بخش دارن و با سیستم عصبی تعامل میکنن، اضطراب و استرس رو کم میکنن و بدن و ذهن رو آماده خواب راحت میکنن. به علاوه آنتی اکسیدان هاش با استرس اکسیداتیو مقابله میکنن و چرخه خواب رو منظم تر میکنن. پس یه لیوان آب میخک قبل از خواب میتونه شبهای بیقراری رو به شبهای آرام و راحت تبدیل کنه. آب میخک میتونه استخوان‌ها رو هم تقویت کنه. ترکیبات فعال مثل اوژنول و فلانوئیدها باعث میشن فعالیت سلول‌های سازنده استخوان بیشتر بشه و فعالیت سلول‌های تخریب کننده کم بشه. یعنی تعادل حفظ میشه و استخوان‌ها سالم و محکم باقی میمونن. مطالعات نشون دادن مصرف آب میخک باعث افزایش تراکم و استحکام استخوان‌ها میشه. پس یه لیوان آب میخک قبل از خواب میتونه یه محبت ویژه به استخوان‌هاتون باشه.
و اما آب میخک از قدیم به عنوان یک دهانشویی طبیعی استفاده می شده و دلیلش مشخصه. خاصیت ضد باکتریایی و ضد التهابی داره. با مصرف آب میخک قبل از خواب باکتری های مضر دهان مهار میشن، التهاب لثه کاهش پیدا میکنه و احتمال پوسیدگی و مشکلات لثه کمتر میشه. دهانتون سالمتر و صبح با حس تازه و لبخند بهتر از خواب بیدار میشین. شاید عجیب باشه ولی تحقیقات نشون دادن ترکیبات مثل اوژنول توی میخک خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی قوی دارن و میتونن به محافظت طبیعی بدن در برابر سلولهای سرطانی کمک کنن. همچنین آب میخک با تقویت فرایند سمزدایی بدن طی شب باعث میشه سموم و مواد سرطانزا دفع بشن و خطر ابتلا به سرطان کاهش پیدا کنه. پس با یه لیوان ساده آب میخک قبل از خواب نه تنها طعم خوبی به شبهاتون میدین، بلکه بدن، قلب، کبد، مغز، استخوان و سیستم ایمنیتون رو هم حمایت میکنی. واقعا یه نوشیدنی شبانه کوچیک با قدرت‌های بزرگ. حالا میرسیم به بخش عملی. چطور آب میخک درست کنیم و استفاده کنیم تا همه این فواید رو تجربه کنیم. طرز تهیه آب میخک خیلی ساده و راحته. نیاز داریم به 2 لیوان آب و 4-5 تا دونه میخک. آب رو داخل یه قابلمه بریزین و بذارین به جوش بیاد. وقتی جوشید میخک ها رو اضافه کنین، حرارت رو کم کنین و بذارین 15 تا 20 دقیقه آروم بجوشن تا همه خواص و روغن‌های مفید میخک وارد آب بشه. وقتی رنگ آب قهوه‌ای روشن شد، حرارت رو خاموش کنین و در قابلمه رو بذارین. اجازه بدین آب خنک بشه، بعد صاف کنید و داخل یه بطری یا شیشه بریزین برای مصرف. شبانش هم اینجوریه. 1 لیوان قبل از خواب کافیه. بهتره در دمای اتاق یا ولرم باشه، نه داغ. اگه طعمش براتون تنده، یه قاشق چایخوری عسل اضافه کنید تا ملایم تر بشه. حتما توجه کنید که روزانه بیش از 2 لیوان ننوشید، چون میخک گیاه قویه و مصرف زیادش میتونه عوارض داشته باشه. همیشه با مقدار کم شروع کنید و ببینید بدنتون چطور واکنش میده. بعد در صورت نیاز کم کم مقدارش رو بیشتر کنید. حالا یه سری نکات احتیاطی و کسانی که باید با احتیاط مصرفش کنند. برای زنان باردار و شیرده مصرف متعادل ادویه معمولاً بی خطره، اما مصرف زیاد یا آب میخک توصیه نمیشه. افراد مبتلا به مشکلات خونریزی یا مصرف کننده داروهای رقیق کننده خون هم همینطور. میخک میتونه اثر رقیق کننده خون داشته باشه، پس مصرفش محدود یا قطع بشه. همینطور افرادی که جراحی دارن حداقل 2 هفته قبل از جراحی مصرف نکنید تا خطر خونریزی کاهش پیدا کنه. کسانی که مشکلات گوارشی هم دارن مثل زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر یا بیماری التهابی روده باید با احتیاط مصرف کنن، چون ممکنه علائمشون تشدید بشه. پس با رعایت این نکات آب میخک یه راه ساده و طبیعی برای بهبود خواب، کنترل قند، تقویت قلب، کبد، استخوان، سیستم ایمنی و سلامت دهان و دندانه. یه نوشیدنی کوچیک ولی پر از قدرت و فواید. به یاد داشته باشین تعادل و آگاهی حرف اول رو میزنن. همیشه به بدن گوش بدین و قبل از ایجاد تغییرات اساسی در رژیم یا سبک زندگی با پزشک یا متخصص سلامت مشورت کنید. حالا نوبت شماست. امشب 1 لیوان آب میخک درست کنید و اثرش رو ببینید. تجربتون رو تو کامنت ها با ما به اشتراک بذارین. یادتون نره لایک و سابسکرایب هم بکنین تا ویدیوهای جذاب سلامتی رو از دست ندین. اینجوری با هم میتونیم قدم‌های ساده اما قدرتمند برای سلامت بهتر برداریم. ممنونم که تا آخر ویدیو با آوای سلامتی همراه بودید. میخوام بدونین که سلامتی شما خیلی برام مهمه.
دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.